بعد دیدم رفتن تو اینجا، آره آیسان و برایان دارن دختر فروشی میکنن. تو رو جان قدیر، جان من، تا امروز که من تو 10 شب یک دونه دختر ازم وسط آمد که تو این ویدیو میخوایم عصبانیت شهید آیسان اسلامی رو با هم ببینیم. لایک و سابسکرایب بشن یادتون نره. بریم سراغ ویدیو امروز. به خاطر اینکه مثلا بیام اینجا من قهرمان باشم بگن آفرین پسرم تو گذاشتی. نه بابا، 4 نفر آفرین پسرم تو گذاشتی، بعد شب میگیرن میخوابن، بعد یه موج کیره خری درست میشه، 1000 تا مشکل برای دختر مردم، برای خانواده‌اش پیش میاد. الان پدر مادر جلو نگرانن برادر من. ما یه دگمه از این ور دنیا میذاریم، آفرین خیلی عالی. منم میدونم کار خفنه، من برای چی بیام الان چیز بکنم؟ مشکل بابا جان، اتفاق میفته، دختر مردم موی سرش کم بشه، 1000 تا چیز میشه. اصلا دختر که نبود 1 ثانیه اصلا بره توی پاسگاه دادگاه رو ببینه. دختر باز راه پرقو اینو بزرگ بکنین تمام میشه بره. دختر میشه مادر، مادرم مقدس دیگه نیست مگه؟ تا تمام شده رفت دیگه. مگه آدم مادرش رو توی پاسگاه میبره؟ این حرفا کدومه؟ آهنگ میخونه تمام میکنه ولش بکن، داره دیگه. باید یه جوری طرف باید میخواد دردشو بگه دیگه. آهنگ میخونه، فوش بده که باید میبرین، بوس بده که نامحرم میبرین، فوش بده که میبرین. چی بکنه برار؟ داداش من از ورزش همین الان برگشتم. عرض به خدمت شریف رفقا، ساعت هلوش 10-11 سال، زیادم مهم نیست. یه سری از دوستان بچه محلای من از نوشهر میگن آیسان جان تو چرا هیچ حرفی نمیزنی؟ بچه محلته فلانه. خب من اینجا نیستم که برای کسی مشکل درست بکنم. من اینجا هستم از این تریبونی که خوش اینا شما هستین حلال مشکل باشم. برای چی بیام آتیش نفت روی بنزین بیام روی گاز توی آتیش بریزم؟ اصلا من بگم گازوئیل، آقا بنزین رو گازوئیل میریزن، بنزین رو آتیش بریزم؟ من بیام بگم الکی شلوغ بکنم، هشتگ پشتگ کیره خر اینا لج بکنن، بیشتر دردسر درست بکنم؟ من کور نیستم که. من از نزدیک خبر دارم داره چی میشه. وقتی میبینم همیشه داره درست میشه کسخلم بیام مثلا اینجا به خاطر اینکه 4 تا مثلا آره منظورم که داداش من دنبال کسبازی نیستم بابا. من خودم حال و حوصله دردسر ندارم. چرا بخوام دردسر برای هموطن خودم بخوام؟ هر موقع مطمئن باشین، هر موقع چیزی باشه من خودم اولین نفرم برادر، کلیه میدم حضرت عباسی به خدا قسم. آره یکی میگفت ترکا حضرت عباس خیلی دوست دارن، گفت آیسان فلان اینا. گفتم من چی کار دارم؟ چرا گفتم چرا کسچر حرف دارم من میزدم؟ من چی کار دارم؟ کوچیک ترکا هستم من قدیر خودش میگفت به 2 دست بریده ابوالفضل. قدیر قسم میخواست بخوره واقعی. آره بعد من بهش گفتم آقا جان من قسم بخور 2 دست بریده حضرت ابوالفضل بعد وقتی چیکار داری؟ کسخلی قدیر رو. آره بعد میگفت کسچر نگو جلت میدم. قدیر رو من میگفت اینجوری میگه برو جلت میدم. قدیر دستش هم میلرزه اینجوری میگه برو اونور به ارواح مادرم جلت میدم. چه خبر قدیر؟ بیا گاییدی دیگه. میگم پارسال که ما با بردیات اومدیم اینجا و فلان و خب بعد دیگه من دروغی به شما نگم، خب من این آقا رو میشناختم از سوشال مدیا از خیلی وقت پیش. آره ولی خب نمیدونستم همینجوری. پارسال که ما اومدیم با هم رفتیم مهمون بردیا بودیم و اون هواپیما و کسپای رفتیم اونجا و اینا. آره بعد من دیدم خیلی دایرکت گرفتم. آره آیسان من فکر نمی‌کردم تو این کارو بکنی. چیکار؟ کیه یارو؟ چی شده؟ بعد دیدم رفتن تو اینجا، آره آیسان و برایان دارن دختر فروشی میکنن. تو رو جان قدیر، جان من، تا امروز که من تو 10 شب یک دونه دختر ازم وسط آمد که بخواد الان به آیسان خوبیش میدین چیه؟ باید سکوت میدین چرا؟ کسی که عقل داشته باشه درک میکنه. آره ولی حالا اینو میخوام بگم، من اینو دارم میگم چون من همه خانواده در کنار همین دیگه. من میخوام یعنی باز بکنم، نه قاچاق فروشه، نه مواد فروشه، نه دختر فروشه، نه هر چی. اینو به قرآن بابا من اینو دارم مرد و مردانه به شما میگم. من بز رو سربالایی میزنم. تو واقعا فکر میکنی یه نفر
اگر مثلا میگم این کار باشه، بعد منی که با کل کشور برادرم، یعنی حرف آقا اصلا به قرآن مثلا به روح مادرم قسم، تمام صحبتاش خاطرات دانشگاه نیویورک اونجوری چی شده میخواد دیشب، یعنی اصلا و ابدا اصلا اینو فراموش بکن، به جون پدرم قسم میگم. خیر میکنه فلان میکنه دیگه، همه آدما همینن دیگه. یعنی میخوام بهت بگم، من دارم میگم اصلا این حرفا که اونجوری اگر 1% من آدم بدی بودم این آقا هنگ اوت نمیکرد، این آقا آدم من هنگ اوت اصلا حرفا، یعنی اینو دارم میخوام یعنی دادم کلیر بکنم، تمام این حرفا چرت و شلوه اصلا. من ایست بگم، این پدرم بهمش میگفت کسی که پشت حرف بزنه یا میخواد جاد باشه یا میخواد اون چیزی که هستی میخواد باشه. خدا رو شکر ما به خداوند وصلیم، شما من، درسته؟ 100%. به هیچ کی من آقا بالا سرم ندارم، هیچ کی هم نمیگه راست یا چپ. ترامپ میذارم، این آقا رو میذارم، هر چی عشقم بکشه میذارم. این چرا؟ چون من بستم به خداوند. هر کی بشه این چیزایی که شما گفتی خودش شب میخوابه، نه خودش شب میخوابه، کسی آخه نیست، نه مال اون تریپ قبل الان داداش همین علاوه و کسی که باور کنه، مثلا نمیخوام ایشون از منو فالو کنه، کسی که یه چیز انقدر کثیف که ضد افکار من و شماست مثلا باور کنه 1% اصلا لازم نیست ایشون ما رو فالو کنه و اینو بدون ماشاءالله. ایشون کسی نیست، این داره جنرال میگه. آره ایشون هیچ. ما دیگه میخوایم بریم نهار دیگه. فیسی بگم ما عاشق هموطنانیم و ایران بهترین کشور دنیا. ساواکی باشه شیرمن. نه ولی I love it. به جان قدیر بدرود. I love you. Good guy. آدم بسیار مهربان و نایسی هستی داداش. من یعنی 2 سال تو رو میشناسم. بردیا جون زنگ بزن به این برده بچه‌ها رو اون سمت بخریم، سمت کور میتونی بگیری بردیا جون، اون سمت چپ به بالا رو اون برو. کور. Let's do it. ماناکی. والا. بریم داداش بریم.